آبشار نوژیان. آبشار نوژیان در بخش پاپی و در فاصله 51 کیلومتری جنوب شرقی خرم‌آباد واقع شده است. ارتفاع آبشار 95 متر و عرض تاج آن در حدود 5 متر است. این آبشار یکی از زیبایی‌های طبیعت لرستان است که هر ساله بسیاری از مردم را به سوی خود جلب می‌کند. گردشگاه جنگلی نوژیان بالای کوه تاف قرار دارد. در این کوه انواع گیاهان دارویی می‌روید و طبیعت و آبشار زیبای آن شگفت‌انگیز و دیدنی است. بسیاری از مردم برای تماشای این آبشار زیبا و همچنین برای جمع‌آوری گیاهان دارویی به این ناحیه می‌آیند و اوقات فراغت خود را در آنجا می‌گذرانند. راه ارتباطی آبشار از طریق خرم‌آباد به گردنه نوژیان آسفالت است و راه دیگر آن از طریق ایستگاه راه آهن کشور تا آبشار حدود 2 ساعت پیاده روی است.